با گذشت قریب 1.5 ماه تقدیر 143 نظامی افغان که به اطلاع منابع رسمی با 3 هواپیما و 2 چرخبال به تاجیکستان فرار کرده بودند نامعلوم میماند. مقامات تاجیک میگویند با هدفهای امنیتی از همه گونه شرح درباره نظامیان افغان خودداری میکنند، ولی آنها در آغاز 16 آگوست امسال به تاجیکستان آمدن 143 نفر را تصدیق کرده بودند، در حالی که مقامات در این باره خاموشی را اختیار کردند و همه گونه تماس با خلبانها امکان پذیر نیست. بعضی از رسانه‌ها با تکیه به صحبت آنها با خانواده‌هایشان گزارش نشر کردند. خبرگزاری رویترز روز 23 سپتامبر با تکیه به خانواده خلبانها نوشت مقامات تاجیک به خاطر امنیت تلفن نظامیان افغان را گرفتند و تماس با خلبانها مشکل است. به اطلاع رسانه خلبانها در صحبت با نزدیکان از شرایط نگهداری خود در تاجیکستان شکایت نکرده، اما گفتند ناروشن بودن تقدیر آینده آنها را نگران کرده است. این نظامیان افغان می‌خواهند روادید یا ویزای آمریکا را بگیرند و آنها را به قطر، امارات متحده عرب یا آلمان انتقال دهند. تجربه‌ای که آمریکا برای خلبان‌های بند مانده افغان در ازبکستان استفاده کرده بود. مقامات تاجیکستان از جمله نهادهای قدرتی از پیشنهاد هر گونه معلومات درباره نظامیان فیراری افغان خودداری می‌کنند. یک منبع آگاه روز 24 سپتامبر به رادیو آزادی گفت برای تامین امنیت نظامیان مکان بود و باشی آنها مخفی نگاه داشته می‌شود. خبرگزاری رویترز نوشت 143 نظامی افغان در یک آسایشگاه در بیرون از دوشنبه نگهداری می‌شوند. جستجوی خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که این خلبان‌ها تا یک هفته پیش در خوابگاه دانشگاه دولتی شهر بختر نگاه داشته می‌شدند. یک مسئول دانشگاه به شرط فاش نشدن نام به رادیو آزادی گفت 6 روز پیش نظامیان را از خوابگاه گرفته به جای دیگر بردند.